سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیز. بنده مهدی پرما هستم، مدرس آموزشگاه فناوموزان در رشته تعمیرات موبایل. خیلی از دوستان از ما سوال پرسیده بودن که کار با هیتر هویه چجوری باید انجام بشه و برای چه کاری باید از هیتر هویه استفاده کنیم. دستگاهی که اینجا می‌بینیم هیتر است، هیتر TR 1300 که از بهترین مدل هیتر است و خیلی از قطعاتی که روی بورد هست مثل کانکتور، مثل سوکت شارژ، IC ها، IC چسبی، IC ساده و SMD ها رو معمولاً با هیتر ما برمی‌داریم و جنس هیترها خیلی با هم فرق دارن. این هیتری که اینجا می‌بینید TR 1300 که خیلی برنده خوبیه و بنده از همین هیتر استفاده می‌کنم. دستگاه هویه هم دستگاهی است که برای مثلا لحیمکاری که روی برد انجام میشه، برای جامپر زدن روی برد موبایل انجام میشه که برای من TS 1200 هست که خیلی هویه خیلی خوبی است و دوستانی که مبتدی هستن و تازه کارو شروع کردن میتونن از هیتر هویه 952 گرداگ استفاده کنن که هزینه کمتری براشون برمیداره، یا کویک 706 W پلاس اونم هزینه نسبتاً خوبی رو داره و کارآموزان از این هیتر هویه استفاده کنن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی دیگر، خدا حافظ.